سفر یکی از لذت بخشترین تجربات زندگی است. دیدن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و تجربه غذاها و نوشیدنی‌های جدید که هر کدام جذابیت‌های خودش را دارد. اما با وجود تعداد بیشمار کشورهای زیبا در دنیا، انتخاب مقصد مناسب برای سفر کار دشواریه. در این ویدیو به معرفی بهترین کشورهای دنیا برای سفر میپردازیم. شماره 1 شیلی، کشوری با منظره خیره کننده و تاریخ غنی. کشوری با مناظره خیره کننده و تاریخ غنی. اگر برنامه سفر به جنوب آمریکا را دارید، شیلی مکان خوبی برای انتخاب شماست. این کشور نسبت به کشورهای اطراف خود از کیفیت به نسبت بالاتری برای سفر وجود دارد. بنابراین جزو بهترین کشورها برای سفر است. فرانسه، شهر نور و زیبایی. پاریس قطعا یکی از بهترین کشورها برای سفر به شمار می‌رود. پایتخت فرانسه شهری با تاریخ فرهنگ غنی است که هر سال میلیون‌ها گردشگر را از سرتاسر جهان به خود جذب می‌کند. از برج ایفل گرفته تا موزه لوور و کلیسای نوتردام، این شهر را به یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در جهان تبدیل می‌کند. پاریس همچنین شهری مدرن و زنده است که با خیابان‌های پر جنب و جوش، رستوران‌های عالی و کافه‌های دنج میزبان طیف گسترده‌ای از افراد از سراسر جهان است. تایلند، سرزمین لبخندها. یکی دیگر از کشورها در فهرست بهترین کشورها برای سفر تایلند است. کافی است قدم به تایلند بگذارید تا متوجه شوید که چرا این کشور میزبان بسیاری از مردم از اقصانقاط جهان است. با وجود اینکه کشور تایلند از لحاظ اقتصادی در رده کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می شود، کیفیت زندگی در این کشور از کشورهای اروپایی بالاتر نباشد پایینتر نیست. اندونزی، خانه جنگل‌های استوایی. اندونزی هم جزو بهترین کشورها برای سفر است. البته عجیب نیست که علاقه‌مند به کشوری با 18,000 جزیره شوید. همچنین اندونزی رتبه دوم را در جنگل‌های بزرگ استوایی دارد. وسعت این کشور 4,000 کیلومتر است و از آچه در غرب تا استان پاپوا در شرق این کشور امتداد دارد. اندونزی مکان مناسب است تا از آفتاب، سواحل، طبیعت و حیات وحش آن لذت ببرید. ایسلند، سرزمین وایکینگ ها. ایسلند بین اروپا و آمریکای شمالی واقع شده است، اما جزو کشورهای اسکاندیناوی محسوب می شود، زیرا شهروندان آن از نوادگان وایکینگ ها هستند. با وجود اینکه ایسلند در ارتفاعات واقع شده، به دلیل جریان هوایی که از سمت اقیانوس اطلس به این کشور می آید، زمستانهای معتدل تری دارد. پرتغال، کشوری با آفتاب گرم و سواحل زیبا. طی بحران مالی سال 2008 پرتغال به شدت آسیب دید و به طور موقت در جایگاه بدی قرار گرفت. با این حال توانست دوباره جایگاه خود را پیدا کند و در حال حاضر یکی از مهمترین مقاصد گردشگری در اروپا محسوب می شود. مالزی، از بهترین کشورهای دنیا برای سفر. مالزی ترکیبی از ملیت‌های گوناگون است و جزو بهترین کشورها برای سفر است. در حالی که حضور هندی‌ها و چینی‌ها در این کشور نسبت به دیگر ملیت‌ها پررنگ‌تر است، اما همه این مردم این کشور در اعتقاد کامل و فرهنگ در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. ژاپن، سرزمین آفتاب تابان. ژاپن به راحتی فرهنگ و ساختمان‌های سنتی را با فناوری پیشرفته رباتیک و زندگی مدرن ترکیب کرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ژاپن و دورافتادن آن از بقیه جوامع، دارای فرهنگ منحصر به فرد است، اما به تدریج پذیرای فرهنگ‌های دیگر نیز می‌شود. یونان، سرزمین خدایان، سرزمین زیبایی، یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری جهان و بهترین کشور برای مسافرت است. این کشور با تاریخ و فرهنگ غنی، طبیعت زیبا و مردمی مهمان نواز هر گردشگری را مجذوب خود می‌کند. هندوستان، سرزمین رنگ‌ها. هندوستان سرزمینی رنگارنگ و پر از شگفتی است. این کشور با تاریخ و فرهنگ غنی، طبیعت زیبا و مردمی مهمان نواز مقصدی جذاب برای گردشگران است. هندوستان سرزمینی است که در آن گذشته و حال در هم آمیخته شده. این کشور میزبان آثار تاریخی و فرهنگی متعددی از جمله تاج محل هند است. آفریقای جنوبی، مقصدی برای ماجراجویان و طبیعتگردان. آفریقای جنوبی سرزمین شگفت‌انگیزی است که در آن هر چیزی تصور کنید ممکن است. این کشور با طبیعتی زیبا و متنوع مقصدی عالی برای دوستداران ماجراجویی و طبیعتگردی است. در آفریقای جنوبی می توانید از سواحل شنی زیبا و آبهای شفاف اقیانوس اطلس و هند لذت ببرید و در کوههای مرتفع دراکنزبرگ به پیاده روی بپردازید. اگر به این نوع ویدیوها علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید.